آیا شما هم فکر میکنید که آشپزخونه‌تون به کمی عشق و توجه نیاز داره؟ امروز میخوایم 5 تا بهونه فوق‌العاده براتون بگم که چرا باید دست به کار بشید و آشپزخونه‌تون رو بازسازی کنید. بیایید با هم ببینیم چطور میتونیم این فضا رو به یک جای شگفت‌انگیز تبدیل کنیم. پس تا آخر با ما همراه باشید. 5 راهکار ساده، سریع و ارزان قیمت میتونید ظاهری جدید به آن ببخشید. دستگیرها قدیمی شده. در آشپزخونه‌ها معمولاً تعداد کابینت‌ها، کمدها و کشوها زیاده. شما میتونید با پرداخت هزینه نه چندان زیاد تمام دستگیرهای آشپزخونه رو عوض کنید. البته یک شرط داره و اونم اینه که کابینت‌های شما نباید خیلی رنگ رو رفته باشه وگرنه مجبورید اول اونا رو رنگی بزنید و بعدش سری به بازار بزنید و دستگیرهای مناسبی از هر جنس و رنگی که به کابینتاتون میاد تهیه و نصب کنید. با عمل کردن به همین توصیه ساده میتونید جلوه تازه به آشپزخونه‌تون ببخشید. آشپزخونه‌تون کم نوره؟ نور زیبایی خاصی به هر فضایی میبخشه. اگر آشپزخونه‌تون کم نور نیست یا نورش کمه میتونید منابع نوری را در اطراف آن گسترش بدید. مثلا اگر آشپزخونه‌تون بزرگه و میز صبحانه‌تون در گوشه‌ای از آشپزخونه قرار دادید میتونید یه لوستر کوچیک بالای میز قرار بدید. حتی میتونید از وسایل تزیینی نوردهنده استفاده کنید. همه چیز به سلیقه خودتون بستگی داره. نگاهی به اندازه و ترکیب آشپزخونه‌تون بندازید و بعد راهی چند لوستر فروشی بشید و اون چه مناسب آشپزخونه‌تون هست رو تهیه کنید. پرده‌ها دلگیرن. اگر احساس میکنید فضای آشپزخونه‌تون دلگیر و یک نواخت شده، پرده‌ها رو عوض کنید. میتونید بر حسب رنگ کاشی‌ها و کابینت‌هاتون پرده‌های روشن ساده یا گلدار بخرید. اما ترجیحاً پرده انتخاب کنید که خیلی ضخیم و تیره نباشه تا نور رو از خودش عبور بده و فضا رو روشن کنه. اگر رنگ دیوارها یا کف آشپزخونه‌تون براتون خسته کننده شده، با یک کارشناس مشورت کنید و رنگ زیبا برای دیوارها انتخاب کنید. ترجیحاً رنگ شاد و سرزنده انتخاب کنید تا شما را از افسردگی نجات بده. اگر کابینت‌های آشپزخونه‌تون فلزیه میتونید رنگ‌های هماهنگ با اون انتخاب کنید و به کابینت‌ها جلوه تازه ببخشید. در مورد کف آشپزخونه میتونید با کمی هزینه کف‌پوش آشپزخونه رو تغییر بدید. چیدمانتون تکراری شده؟ اگر توانش رو دارید که بیشتر هزینه کنید میتونید چند وسیله برقی و مدرن بخرید و اونها جای وسایل قبلی که در معرض دید بودن قرار بدید. حتی میتونید یک بوفه شیشه‌ای تهیه کنید و چند ظرف کریستالی در آن قرار بدید. گلدان روی میزتون رو عوض کنید و اگر تا به حال داخلش گل‌های مصنوعی بوده، نوع دیگری گل تهیه کنید یا سعی کنید از گل‌های طبیعی استفاده کنید تا انرژی خوب وارد خونه‌تون کنه. اگر دستگیره، پیشبند و حوله رو در کنار آشپزخونه‌تون آویزون می‌کنید، بهتره اونها رو داخل کشو بذارید یا جای اونها رو عوض کنید یا یه سری جدید یا رنگ جدید بخرید و اونها رو جایگزین کنید. اگر نیاز به مشاوره دارید، من لینک تلگرامم رو توی دیسکریپشن قرار میدم تا بتونید با راهنمایی درست آشپزخونه‌تون رو بازسازی کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید.